ژورنالیست جوان و شناخته تاجیک عادل نوزر در صفحه‌اش در فیسبوک عکس ایستگاهی را در دهه غسر در کنار شهر پنجکه نشر کرده است که این ایستگاه را ایستگاه لایق نام گذاشته، دیوارهای شیشگین آن را با عکس‌های این شاعر زبردست و پاره‌های از اشعار او زنده دادند. در مرکز این ایستگاه در پهلوی عکس شاعر این دو بیتی را نوشتند: بر نیاز خویش می آورد، مادر تنها نزاید شاعر، خلق او را بر خود می آفرد. بسیاری ها در زیر این عکس برای چنین تشبث عالی به مقامات و مردم پنجکند خاصه به حال غسر آفرین خواندند. لایق شیرعلی شاعر خلقی تاجیکستان و برنده جایزه به نام رودکی 20 می سال 1941 در دهه مزار شریف نویه پنجکند به دنیا آمده. 20 یونیو سال 2000 در سن 59 در دوشنبه از عالم چشم پوشید. لایق شیرعلی در برابر مومن قناعت، بازار صابر و گلرخزار از زبردستترین شاعران تاجیک نیمه دوم عصر 20 شناخته شده است.